ассалому алайкум, шунавандагони арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён. китоби чорум, гуфтори 115. از کارهای دنیا که می‌بینی و آن صاحب قدران و سران که در قرون گذشته و اعوام نابود شده بوده اند و پیش از تو رفته اند عبرت بگیر. در همه احوال خیش به امر خدای متوسل باش و مطیع رضای وی باش و به شریعت و سنت وی عمل کن و دین و کتاب وی را بپا دار و از هرچی مخالف آن باشد و موجب خشم خدای شود بپرهیز. از امواری که عاملان تو فراهم می آرند و از آنچه خرج می کنند آگاه باش. مال حرام فراهم میار، خرج مسرفانه مکن. با دانشوران مجالست و مشورت و آمیزش بسیار کن. راغب به تبعیت از سنت و اجرای آن باش. فضایل و معالی را برگزین. محترم ترین همدمان و خاصان تو آن باشد که وقتی عیب در تو دید محابتت مانع وی نشود که آن را نهانی با تو بگوید و من قصت آن را به تو خبر دهد که اینان نیکوخواه ترین دوستان و یاران تواند. عاملان و دبیران خیش را که نزدیکی تواند بنگر و برای هر یک از آنها به هر روز وقتی معین کن که با نامه ها و گفتگوهای خیش و حوایج عاملان و امور ولایت ها و رعیت پیش تو آیند. آنگاه با گوش و چشم و فهم و عقل خیش بدان پرداز و مقرر در آن بیندیش و تأمل کن و آنچه را موافق دوراندیشی و خرد است بسر بر و از خدا درباره آن خیر جوی و هرچه را مخالف آن بود برای تحقیق و پرسیش درباره آن پس فرست. بر رعیت و غیر رعیت به سبب نیکی که با آنها کرده منت منی و از هیچ کدامشان بجز وفاداری و ثبات و یاری در کارهای امیر مؤمنان مخواه و جز در قبال آن نیکی میار. این نامه مرا که به تو نوشتم فهم کن و درباره آن بسیار بیندیش و بدان کار کن و در همه کارهای خیش از خدا کمک بخواه و از او خیر بجوی که خدا قرین صلاح و اهل صلاح است. بیشتری رفتار و بهترین رغبتی تو به آن باشد که موجب رضای خدا و نظام دین و عزت و قدرت اهل دین وی و عدالت به معاهد و صلاح اهل ملت باشد. از خدای می خواهم که تو را
ایانت و توفیق و هدایت و حفاظتی نیکو دهد و تفضل و رحمت خیش را به تمام بر تو فرود آورد و فزونی و کرمی تو را از همگینانت بیشتر و آوازه و کارت را برتر کند، دشمنت را یا هر کی با تو مخالفت و سرکشی می کند بکشد و تو را از جانبی رعیت سلامت دهد و شیطان و وسوسه های وی را از تو بدارد تا کارت به عزت و قدرت و توفیق بالا گیرد که خدا شنواست و اجابتگر. از کتاب دولتداری تاجیکان مرتب و محقق نور محمد امیرشاهی، صحیفه های 141-150 عیناً آورده شد. طاهر ابن حسین در این نامش نظام دولتداری را عملاً یک نهادی شخصوده و قالبی نمی شمارد و تأکید می کند که در همه دور و زمانها پادشاهان و حاکمان باید سروری ماهرانه، عهده‌برایانه و زیرکانه و ایجادکارانه را برای روش و هدف و آرمانهای پیش گرفته‌شان مطابق نمایند. در فعالیت هر روز اشان تحمل و دوراندیشی، تطبیق پیگیرانه هدفها، قوی ارادگی و استواری و جسارت و تاباوری را در مقابل همه گونه برخورد و ضدیت‌ها راه اندازی کنند. او به طرز و اصول اداره دستگاه دولتی دقت جدی داده مسئله های مربوط به سیاست دولتی را از قبیل مناسبت خلیفه با والیان، مناسبت والیان با زیردستان خیش، مناسبت عملداران و صاحب منصبان نسبتاً خرد با طبقه های گوناگون مردم، پشتیبانی عدالت و انصاف و حمایه حقوق رعیت را چون یکی از مسئله های مهم امور ملکداری بررسی می نماید. مطابق نظر طاهر ابن حسین، خلیفه وارث واقعی رسول خداست و رعیت در پناه او و سایه عدالت والیانش رشد و نمو می کند. وزیران و حاکمان، عاملان و رئیسان، صاحب خبران و منشیان، ندیمان و مقربان و اهل لشکر و پاسبانان باید در امور دستگاه اداره دولت مقام و منزلت و موقع معین خود را داشته باشند. اگر خلیفه و زیردستان او با عقل و باریک بین، زیرک و دوراندیش، صاحب معرفت و با فرهنگ، قناعت پیشه و عدالت پرور، راست قول و با شرف، نکوکار و خیرخواه باشند، سراسر ملک و روزگار مسلمانان در سایه سروری عاقلانه آنها پیش می رود و رشد و نمو می کند. طاهر ابن حسین یکی از شرطهای اساسی استوار داشتن پایه دولت و تأمین امنیت ملک را در تنظیم لشکر و رعایه عدالت سپاهداری می بیند. بیهوده نیست که در عهد طاهریان نظام لشکرداری و تأمین امنیت ملک بالا رفته از حساب جوانمردان حزربی منسوب طبقه های گوناگون اهالی به خصوص خراسانیان شهرت و نیروی فوج بغدادی افزود که این دسته های منظم و متشکل برای سرکوب ساختن مخالفت دشمنان بیرونه و اسیانهای قلمروی خلافت مساعدت می کرد. می توان گفت که طاهر ابن حسین و دیرتر پسرش عبدالله ابن طاهر در زمینه تکامل نظام دولتداری و امور اداری کشور به تجربه
دیوان و دولتداری ساسانیان تکیه کرده توانستند که در قلمرو گسترده خلافت به خصوص ولایت‌های مختلف عراق و مصر و شام نه فقط آشوب‌ها و ضدیت‌ها را برکنار سازند، بلکه فضای سیاسی نسبتاً آرام و آسوده و نظام اقتصادی و شکل اندازگذاری پیشرفته را پیگیری کرده قدرت خلافت عباسیان را افزونتر نمایند. در همین راستا طاهر ابن حسین تجربه کافی لشکرکشی، امور دولتداری و اداره ملک را آموخته بعدتر از نام خاندان عباسیان سراسری قلمرو خراسان را متحد ساخت. او برعکس ابو مسلم خاندان برمکیان، سهلیان و افشین‌های استروشن با برانداختن نام خلیفه از خطبه استقلالیت واقعی خراسان بزرگ را اعلان کرده توانست که گام جسورانه به سوی دولت و دولتداری مستقلانه گذارد. هنگام قایم مقام خراسان بودن طاهر ابن حسین، یکی از پسرانش طلحه ابن طاهر حاکم ولایت مرو و خوارزم، پسری دیگرش عبدالله ابن طاهر والی بغداد، الجزیره، مصر و اسکندریه و سلیمان ابن عبدالله طاهر حاکم ولایت تبریستان بودند. به قول ابن خلدون، طاهر ابن حسین بعد از خطبه دور افکندن نام خلیفه عملاً به استقلالیت رسید، اما چندی نگذشته جسد او را در روی بستر در حالت جان باختن یافتند. به نگارش تاریخ طبری به عیادت او 2 تن خویشاوندانش علی و احمر آمده از خادم اجازه به حضورش در آمدن پرسیدند. خادم از خواب طولانی طاهر خبر داده خواهش نمود که لحظه انتظار شوند. چون وقتی نماز بامداد گذشت، آنها حیران شده به خادم فرمودند که طاهر ابن حسین را بیدار کند. خادم عذر پیش آورد که جرأت این کار را ندارد. آنها ناچار دری سرای خواب را گشاده دیدند که طاهر ابن حسین به بستری محکم پیچیده خفته است. وی را تکان دادند که نجنبید و جسدش را در روی بستر مرده یافتند. کسی از جمله خادمانش از قضیه وفات او خبردار نشده بود. چون پرسجو کردند، خادمی افزود که شنیدم در بسترش می پیچید و به فارسی می گفت در مرگ نیز مردی باید. صبح دیگر خبری مرگ طاهر به خلیفه مأمون رسیده بود. او وزیرش ابو خالد را به دربار خواسته از روی مصلحت او به طلحه پسری طاهر منشور امارت و ولایتداری خراسان را فرستاد. موافق معلومات تاریخ طبری، چون خبری وفات طاهر به سمع مأمون رسید، در شهور سنه 700 27 سپتامبر اکتبر سال 822 جهت طلحه مثال و تشریف فرستاده حکومت خراسان به وی ارزانی داشت. بعضی مورخان بر آن اندیشند که گویا به طاهر ابن حسین بعدی از خطبه برانداختن نام امیرالمؤمنین جاسوسان و افرادی با اعتماد خلیفه مأمون زهر نوشاندند. چندی از محققان به آن پندارند که ابو خالد وزیر از هراس کفالت و عهدی به خلیفه دادش در باب صداقت طاهر ابن حسین در وضع ناگوار مانده، با یاری مقربانش به او زهر می دهد تا که گرفتاری خشمی مأمون نگردد. در هر صورت
بعد رحلت طاهر ابن حسین، خلیفه مأمون شاید برای پیشگیری ناراضگی و سر نزدن آشوب‌ها در خراسان پسری او طلحه ابن طاهر را سال 822 والی خراسان تعیین کرد. طلحه ابن طاهر همچون قایم مقام خراسان و ماوراء النهر سالهای 822-828 بجای پدر حکومتداری نموده باشد هم بیشتر به سرکوب ساختن آشوب‌ها و حرکت‌های مردمی سیستان مشغول بود. یکی از بزرگترین آشوب‌هایی که در عهد حکومتداری طلحه اوج گرفت آشوب حمزه سیستانی بود که سال 823 در مضافات‌های سیستان سر زده تا رفت بیشتر وسعت می‌یافت. سبب اساسی سرزدن این آشوب آن بود که سربازان طاهر ابن حسین بعد مرگ نابهنگام پیشوایشان شوریده به خلیفه اطاعت کردن نمی‌خواستند و با آشوبگران خارجی قرابت می‌جستند. با درخواست طلحه ابن طاهر، خلیفه وقت مأمون برای پخش کردن آشوب خارجیان تحت سروری پسری بزرگ وزیرش احمد ابن ابو خالد لشکری گران فرستاد و آشوب خارجیان عاقبت در دوام سالهای 823-824 بعد چندین محاربه های خرد و بزرگ پخش کرده شد. پس از شکست دادن آشوبگران و فرار نمودن حمزه سیستانی، طلحه ابن طاهر برای جاری نمودن ترتیبات در قلمرو سیستان و خراسان شروع کرده حاکم هرات الیاس ابن اسد را از خاندان سامانیان به سیستان فرستاد. برای به کوشش های طلحه ابن طاهر و الیاس ابن اسد نگاه نکرده آشوبگران باز سر برداشتند و از پرداختن انداز و اطاعت کردن به قایم مقام خراسان سرکشی می کردند. پیشوای خارجیان حمزه سیستانی که در تاریخ با نام حمزه خارجی معروف است، با آشوبگران دوباره گرد آوردهش از منطقه های کوهستان فرود آمده مضافات های علی آباد و ششمد را ضبط کرد و عاملان انداز و حاکمان محلی را برکنار ساخت. او فداییان خارجی و عیاران و جوانمردان دلیر خراسانی را در اطرافش متحد کرده با پشتیبانی ضعیفان و فقیران و مردم عوام شهرت یافت که در روایت‌های بعدینه مردمی با نام امیر حمزه یاد می شود. آشوبگران با شجاعت و جوانمردی ناتکرار حاکمان محلی و دهقانان و زمینداران ثروتمند را برکنار ساخته مردمی زیادی را با شعاری بیکار کردن اندازهای گران و ستانیدن زمینهای اشرافان خارجی و محلی در اطرافشان گرد می آوردند. حمزه سیستانی با نیروی افسوده جانبدارانش به سوی سبزوار، بیحق و بادغیس حرکت نموده عاقبت در یکی از محاربه ها نیمه سال 828 کشته شد. از میان چندی نگذشته طلحه ابن طاهر نیز از جهان رحلت نمود و به جای او سال 828 برادر خردیش علی ابن طاهر قایم مقام خراسان گردید. علی ابن طاهر به مقابل پیروان خارجی حمزه سیستانی مبارزه را ادامه داد که اکنون این آشوب را شاگرد او ابو اسحاق ابراهیم ادامه میداد. گذشته از این در قسمت شمالی ایران و آذربایجان اسیان بابک اوج گرفته وضع منطقه خراسان را نیز ناآرام می ساخت. علی ابن طاهر از میان 1 سال نگذشته
در یکی از محاربه ها به مقابل آشوبگران خارجی ابو اسحاق ابراهیم کشته شد و خلیفه مأمون به جای او برادری کلانیشان عبدالله ابن طاهر را برای آرام کردن وضع خراسان النهر و سرکوب نمودن آشوب‌های سیستان فرستاد. اوج قدرت و عظمت دولتداری طاهریان در عهد عبدالله ابن طاهر. عبدالله ابن طاهر هنگام زندگی پدرش با امر خلیفه مأمون عصیان شهر رقه را سرکوب ساخته، ولایتداری رقه، الجزیره، مصر، اسکندریه و شام را پیش می برد. موافق معلومات تاریخ طبری و زین الاخبار گردیزی، عبدالله ابن طاهر هنگام قایم مقام قسمت غربی خلافت بودنش توسط حاکمان و واریان دست نشانش ولایت‌های جبل، طبرستان و مصر و شام را اداره می کرد. بر اثر اوج گرفتن آشوب بابک، خلیفه مأمون از قسمت غربی خلافت عبدالله ابن طاهر را دعوت نموده سال 829 سر اول واری جبل، آذربایجان و ارمنیه تعیین کرد تا که آشوب بابکیان خرمدین را سرکوب سازد. عبدالله طاهر خود همان سال به سمت دینور حرکت کرده به محاربه ضد بابک آمادگی می گرفت که به حضور او از بغداد دو وکیل با نفوذ اسحاق ابن ابراهیم و یحیی ابن اقسام رسیده از نام خلیفه مأمون پیامی آوردند که آشوبگران خارجی به مضافات هزاردیه نیشاپور هجوم کرده مردم زیادی را کشته و مال و اموالشان را به غارت میبرند. ساکنان مضافات‌های توس و نیشاپور از ناعهده‌برایی و کندروی حاکم وقت محمد ابن حمید طاهری ناراضگی اظهار می‌کنند. از این خاطر عبدالله به جای پخش نمودن عصیان بابک، سرکوب ساختن آشوب خارجیان و تأمین امنیت و اداره ملک خراسان را به دوش گیرد بهتر است. و بعد رضایت در انتهای سال 829 عبدالله ابن طاهر با امر خلیفه مأمون قایم مقام خراسان تعیین شد و بزرگترین نماینده سلاله طاهریان در عرصه تاریخ گردید. عبدالله ابن طاهر از مضافات دینور آغاز سال 830 سوی نیشاپور آمده با آرام کردن اوضاع خراسان و پیشگیری آشوب خارجیان سیستان شروع نمود. او که آشوب‌های نصر عقیلی را در شام و عبیدالله ابن لسری را در مصر سرکوب کرده تجربه مناسب اندوخته بود، در خراسان با جد و جهدی تمام برای در قبضه آهنینش گرد آوردن قلمرو شرقی خلافت حرکت می کرد. مطابق معلومات تاریخی سیستان، عبدالله ابن طاهر سال 830 عزیز ابن نوح را که شاید از فرزندان نوح ابن اسد سامانی باشد با لشکری افزون به سمت سیستان به مقابل خارجیان فرستاد. قایم مقام نو به خاطر سازش بستن با شخصیت‌های با نفوذ خراسان محمد ابن حمید طاهری را از مسند حاکمی نیشاپور برکنار ساخته در میان طبقه اشراف و زمینداران کلان اتفاقچیان خود را پیدا کرد. بعد این تدبیر حتی در دایره آشوبگران سیستان نیز اختلاف راه یافته سیاست سازشکارانه عبدالله ابن طاهر را آشوبگران ثروتمند
و دهقانانی با نفوذ جانبداری می کردند. در نتیجه آشوبگران سیستانی به دو قسم، خارجیان سازشکار و خارجیان تندرو جدا شدند. خارجیان سازشکار از نسب مردمی سیستان بودن خاندان طاهریان را به اینابت گرفته با عبدالله ابن طاهر سازش بستن، مراسا و همکاری کردن را تلقین می نمودند. پیشوای خارجیان سازشکار ابو اسحاق ابراهیم که از جمله دهقانان با نفوذ بود، از آهنگ دیگر گرفتن جریان شوریش به یکی از کوههای دوردست سیستان فرار نمود و پیروانش با گماشته‌های عبدالله ابن طاهر مراسا و همکاری نمودند. دسته‌های خارجیان تندرو که اساساً از حساب عیاران و جوانمردان عدالتخواه، غلامان و دهقانان بیزمین، کاسبان و هنرمندان نادار و هنگام جویان کوچه و بازار گرد آمده بودند، با سروری باعوف ابن عبدالرحمن مبارزه را به مقابل اشرافان و ثروتمندان عرب و زمینداران محلی و حاکمان دست نشانده طاهری ادامه می دادند. تعقیب و محاربه های تیز و تند با پیروان باعوف خارجی تحت سروری عزیز ابن نوح ادامه می یافت. او در محور سیاست پیش گرفته عبدالله ابن طاهر دسته های خارجیان سازشکار را به صف خود جلب نموده سال 831 در شهر زرنج سیستان آشوبگران باعوف خارجی را محاصره نمود و شکست داد. باعوف به خاطر تلفات افزون ندادن سوی مضافات کرکوی 3 فرسخی زرنج عقب نشست و تعقیبگرانش را قصداً به تنگنای دره کوهی کشید. سپس او در موضع جروادیکن فرصت مناسب یافته و ناگاه قفا گشت و به سپاه عزیز ابن نوح حمله آورد. عزیز ابن نوح در این جنگ شدید هنگامی نبرد با دسته های باعوف خارجی 12 اکتبر سال 831 در موضع جروادیکن کناره شهر کرکوی کشته شد و عزیز ابن نوح را با گروه بدر کرکوی دفن کردند. عبدالله ابن طاهر برای سرکوب ساختن آشوبگران لشکری تازه‌دمی را با سروری الیاس ابن اسد و عباس ابن هشام فرستاد که آنها دسته‌های باعوف خارجی را تعقیب نموده عاقبت سال 832 قسماً شکست دادند. در محاربه شدیدی که میان سرلشکری طاهریان محمد زاکر و باعوف خارجی سال 832 صورت گرفت، گروه زیادی خارجیان از جمله پیشوای آنها باعوف خارجی نابود شد و آشوبگران رهیده پراکنده گشتند. شنوندگان گرامی، شما گفتار 115 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامونیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقور، کارگردان شیرینی نفضلی. پایانی گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.